انفجار سنگین در یک لوله گاز کنار پایتخت ازبکستان شهر تاشکند را تکان داد. روز 24 آگوست دود سوختار به آسمان دکه خورده بود و رانندگان ماشین‌های خود را منع کرده آن را تماشا می‌کردند. ماشین‌های سوختارنشانی به محل حادثه رسیدند ولی درباره زخمی شدن کسی گزارش نشده است چون که ترکیش در یک منطقه بسته رخ داد. سوختار تا 3 ساعت دوام کرد و از مرکز تاشکند هم دیده می‌شد. مقامات میگویند شاید فشار گاز باعث تخریب لوله فرسوده شده است. انتظار می‌رود دست کم 30,000 نفر در نتیجه این سانحه برای چند روز از گاز طبیعی محروم شوند. یک کاروان تراکتورها از چین همسایه به کابل پایتخت افغانستان رسید. سفیر چین دنگ سیجون رسما 300 تراکتور را به وزارت کشاورزی افغانستان سپرد. هدف از این برنامه کمک به رشد تولید محصولات کشاورزی در افغانستان گفته می شود. سفیر چین همچنین گفت کشورش می تواند بین افغانستان و پاکستان جهت عادی ساختن تنش‌های دیپلماتی این دو کشور میانه‌روی کند. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دادستانی کل قرارگاه حزب مخالف نهضت اسلامی را مهر زد. حکومت میگوید بحث فروش غیرقانونی این منزل را تحقیق میکند. دفترهای حزب نهضت اسلامی دست کم برای 10 روز بسته میمانند. معاون رئیس حزب سید عمر حسینی به آزادی گفت بحث قرارگاه مانع برگزاری انجمن حزب که بر روز 15 سپتامبر برنامه‌ریزی شده است نخواهد شد.